راننده رو میخورم، آبروی همه ایرانی ها رو میبرم و بعد میگن اولین ایرانی که راننده اوبر رو خورد. معروف هم هستم، همینجا لایو رو روشن میکنم، شروع میکنم اینو خوردن. اول بذار گوشیشو بخورم که دولش بلند بشه بکنم، اینجوری دولشو بکنم. دیدی؟ آفرین. الان تمام دایرکت من خب وایسا بینم وطن فروش، یعنی آقا راننده رو میخوای با کدوم پرچم میخوری، کدوم پرچم با بگیری بالا. شوخی کردم برادر، این بیچاره رو برای چی بخوریم؟ این شیره اینو بخوری خارکسته این مار بزنه، مورفین تو بدنش انقدر است این کسکش مار بزنه میفته میمیره. من کسخلم اینو بخورم مگه؟ تو گوشیست برید دهنش بله ببینم. کنده خوره کین کرده این. بذار ببین این فکر کنم از کم در رفته کسکش، ببینم دمپایی باشه. آره این فکر کنم تو الفکدای چالوس تو کم بوده، ببینم دمپایی باشه خارکسته. بله این کسکش اومد بهش سیگار داد، به دربون سیگار داد، کسکیش آورد فرار کرد. اینجوری قدیر همیشه کم فرار میکرد. ای قدیر پدر من کیر من بخورم بابا جون من، کیر داره من مثل پاسیل بخورم پدر عزیز من. گلی بخور آنقدر جون